درود بینندگان عزتمند، با تمنای سربلندی یکایک شما برنامه نوبتی آینه نگاه را از استودیوی تلویزیون دوشنبه تقدیم می‌گردانیم. این نوبت در برنامه تصمیم گرفتیم دایر بر روند تکمیل و تجدید نظام تعلیم، تفکر نوی پداگوژی و معرفت آموزگاری در مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های عالی کسبی گفته باشیم. وابسته به این موضوع در برنامه دعوت نموده‌ایم آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان لطافت نظیری و سردار سرریاست مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و مؤسسه‌های میانه عمومی اسام‌الدین بابازاده. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه. چگونه از پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باز هم معلوم گردید بهر جاری نمودن روندهای نوی پداگوژی، مناسبت‌های گوناگون و تفکر نوی پداگوژی در مؤسسه ها پیش از همه این تکنولوژی نوی پداگوژی لازم می شود. میخواستم در آغاز صحبت در این مورد گفته باشید، یعنی که در موافق طلبات امروزه تکنولوژی ها چگونه باید باشند؟ واقعا هم درست قید کردید که امروز در سیاست دولتی، خصوصا در سیاست پیشوای معظم کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساحه معارف همچون ساحه افضلیت‌ناک، همچون ساحه کلیدی قرار داشته. از روزهای اول استقلالیت دولتی تا به امروز در ساحه معارف اصلاحات زیادی ادامه دارد و خصوصا طی سالهای اخیر وابسته به جهانی شوی، وابسته به نظام تحصیلات جهانی، نزدیک کردن نظام تحصیلات ملی جمهوری تاجیکستان یک قدر اصلاحات ها در ساحه معارف تطبیق شده ایستاده است. چون که در پیام نوبتیشان 28 دکبر سال 2024 پیشوای معظم کشور تاکید داشتند در ساحه معارف این زمان 8 برنامه‌های دولتی، 2 استراتژی دراز مهلت و زیاده از 11 لایحه‌های سرمایه‌گذاری تطبیق شده ایستادند و که آن مبلغ عمومی 11 لایحه سرمایه‌گذاری 4.6 میلیون دلار را تشکیل می‌کند و باید بگویم که واقعا هم همین مبلغ‌هایی که در ساحه معارف جدا می‌شود و در ساحه معارف امروز موردی عمل قرار داده می‌شود، پیش از همه بر روند اصلاحات ساحه معارف، بر روند ساختمان از نوسازی، مجهزگردانی، تهیه کتاب‌های درسی، چاپ و به دسترس نمودن کتاب‌های درسی به تمام زینه‌ها، شروع از زینه تحصیلات تا مکتبی تا به زینه تحصیلات عالی روانه می‌گردد و واقعا هم باید قید کرد که امروز در نظام تحصیلات ملی کشور در همه زینه‌ها، خصوصا در زینه تحصیلات عمومی کشور، در زینه تحصیلات کسبی اصلاحات زیاد وابسته به استفاده کردن تکنولوژی‌های نوی معاصر، مناسبت‌های نوی تعلیمی عملی شده ایستاده است و چگونه این مناسبت‌های نوی تعلیمی و چگونه این تکنولوژی‌های معاصر این زمان استفاده کرده می‌شوند، این پیش از همه از اون وابسته است که امروز مضمون تعلیم، مندرجه کتاب‌های درسی و خود نظام معارف ملی چرا تقاضا می‌کند. یعنی که امروز ضرور است که متخصصان در همین ساحه حیات جمعیتی در آن سمت، در آن روحیه آماده کرده شوند که آنها به طلبات بازار داخلی کشور و به طلبات بازار جهانی نیز جوابگو باشند. وابسته به همین اصلاحاتی که امروز گذرانیده می شود در همین زینه‌های تحصیلات، هدف اساسیش نگرانیدن به آن است که امروز نورسان، جوانان واقعا هم جوابگو به طلبات و معیارهای بین المللی باشند. مثلا در نظام تحصیلات عمومی یکی از مناسبت‌های نوی تعلیمی که امروز به پورگی تطبیق خودش را یافته است، آموزگاران از آن به طور وسیع استفاده می‌برند و که این مناسبت‌های نو پیش از همه در بلند شدن صفتی تحصیلات، در آزادی اکادمی خوانندگان مساعدت می‌کند. این گزارش به مناسبت‌های نوی تعلیمی هست و گزارش به مناسبت‌های نوی تعلیمی این اساساً در شکل تطبیق مناسبت‌های با صلاحیت است. پس شاید که در اینجا مسئله به میان بیاد که خود مناسبت‌های با صلاحیت چیست و چرا این را امروز ضرورت به میان آمده است که در نظام تحصیلات ملی ما آن را تطبیق بکنیم و از آن آموزگاران چگونه استفاده میبرند این مناسبت‌های نو را. و باید قید کرد که واقعا هم مناسبت‌های نوی تعلیمی تکنولوژی نو را طلب می‌کند و متد و تکنولوژی که در نظام تحصیلات امروز استفاده کرده می‌شوند بسیار معاصر بوده
پیش از همه در رشد آزادی خواننده و دانشجو مساعدت کننده است. مستقلیت آزادی اکادمی خواننده و دانشجو را تامین میکند و میتواند هم دانشجوها و هم خواننده در روند تعلیم فعال باشد و اشتراکچی به واسطه روند خود خواننده باشد و آموزگار همچون یک نفر مشاهده‌چی، همچون یک نفری که برای درست از خود کردن خود روند دانش ها، گرفتن خود معلومات های درست علما اساسناک کرده شده، همچون نظارتچی و در روند درس با خوانندگان شرکت میکند. واقعا هم تکنولوژی ها خیلی زیاد هستند و باید قید کرد که این تکنولوژی ها در شکل در برابر استفاده کردن تکنولوژی های کامپیوتری، استفاده کردن از پرزنتاسیون و مهمتر از همه به خوانندگان و دانشجویان آموزانیدن لایحه های خرد هستند که مثلا همین لایحه های خرد مکتبی یا که لایحه خرد دانشجویی امکان میدهد که در آینده خوانندگان یا دانشجویان همچون متخصص برای پیشنهاد کردن لایحه های زیاد سرمایه گذاری برای کشور کار و فعالیت کرده باشند، چون که اولین زمینه اولین دانش ها را با تهیه کردن لایحه خرد در زمینه تحصیلات عمومی یا که در زمینه تحصیلات کسبی میگرند، طرز تهیه لایحه هم، طرز حفظ کردن لایحه، طرز پیشنهاد کردن حسابات ها و این یک شکلی تکنولوژی معاصر است. آموزگاران در روند تعلیم شکل های مختلف از طریق صحبت، سوال و جواب، تشکیل کردن مباحثه ها، تشکیل کردن کارهای گروهی، عیانیت های زیادی را استفاده میبرند. باید قید کرد که در دوره یک متد تعلیمی ده ها تکنولوژی های معاصر را آموزگار میتواند استفاده کند. در شهر دوشنبه در سال تحصیلی 2024-2025 210 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی نوبسته شکل تشکیلی حقوقی فعالیت میکنند و در آنها 302,190 خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده، زیاده از 11,000 آموزگار مشغول آموزگاری میباشند. و معلومه عزیز درست قید کردن علاقه برای هر چیز زودتر رقمی کنونی ساحه معارف، استفاده از تکنولوژی معاصر و برگزاری درس های یعنی از جانب آموزگار که تکنولوژی معاصر استفاده شود. علاقه از سال 2020 در شهر دوشنبه برنامه الکترونیک دانش مورد عمل قرار دارد و این یک از قدم های استوار در سمت رقمی کنونی ساحه معارفی پایتخت می باشد. برنامه الکترونیک دانش خیلی که قید نمودیم این از تمام روندی با درس مشغول بدن خواننده از جانب به واسطه پدر و مادر در خانه نظارت کرده باشد که این هم میتواند یک رابطه خوبی پدر و مادر با مؤسسه تعلیمی را تامین نماید و در سمت بلند گردیدن صفت تحصیلات مساعدت نماید. وقتی که خواننده احساس میکند که همه روزه هر ساعته یعنی بها و در دست اشتراک کردن آنها طریق پیامک SMS ها پیامک ها با والدین آنها ارسال کرده میشد، باز هم مسئولیتش نسبت آموختن علم ها آموختن درس ها زیادتر میگردد و برنامه یه تعلیم امکانیت میدهد که تمامی روند درس های فن های دقیق مخصوصا فیزیک، شیمی، این فرمت تکنولوژی اطلاعاتی که برای خواننده مشکل فهم بود از امکانیت های تکنولوژی معاصر طریق یعنی دوسکای الکترونی درس ها به طور عملی راه اندازی کرده شود. این یک برنامه خیلی خوب است و علاقه از جانب متخصصان باز هم تکمیل شده ایستاده است و باوری داریم که بعد عملی شدن پور این برنامه هرچی بیشتر یعنی خوانندگان با آموزش فن‌های دقیق میل خواننده زیاد می‌گردد و یک اقدامی که از جانب ساحه معارف شهر دوشنبه با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم استاد مالی در سال 2024 تطبیق گردید، این به طور الکترونی با قیدگیری قبولی کودکان به صنف یک بود که این هم میتواند یکی از راه‌های مؤثر و تاثیربخش در روند بلند گردیدن صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تعلیمی گردد. یعنی پدر و مادر در خانه طریق تکنولوژی معاصر یعنی تلفن‌های موبیلی میتواند که وابسته به سروغه یعنی زیست کودک خود را طریق الکترونیک از خانه بیرون برآمده به دلیل خود مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه خواننده‌اش را برای قبول حجت یعنی پیشنهاد نماید و از جانب مؤسسه تعلیمی در دوره کوتاه‌ترین یعنی پیشنهاد می‌گردد که در کدام صنف خواننده
یعنی به تعلیم فرا گرفته می شود. از جانب سرویسات معارف شهر شنبه در یک جایگی با وزارت معارف، در یک جایگی با تمام متخصصان راههای مؤثری برگزاری یعنی آموزش ها رو در بین آموزگاران زیاد نموده ایستاده هستیم که تا آموزگار ما تواند بهترین متخصصان را آماده نماید. چگونه به ما معلوم گردید در پداگوگیکا مفهوم فعالیت مشترک وجود دارد، یعنی همکاری در روند تعلیم و تربیت بین آموزگار و خواننده. می گفتید که فعالیت مشترک در کدام مورد نشانرس شده می تواند؟ تمام روند تعلیم خود همکاری مشترک بین آموزگار و خواننده، خواننده و آموزگار، خواننده و خواننده هست. و فعالیت تعلیمی و فعالیت تربیوی و دیگر نمودهای فعالیتی که در خود مؤسسه‌های تعلیمی برآورده میشه در همین زمینه‌ها من در نظر دارم برآورده میشه. به فعالیت مشترک، به همکاری متقابله عملی نمیگردد، یعنی که نتیجه خود داده نمیتواند. و باید قید کرد که واقعا هم برای درست و در شکل بسیار شفاف و فهمای و بسیار یک آزاد احساس کردن خواننده ضرور است که این همکاری ها یا که فعالیت مشترک در یک راه در یک زینه در یک شکل براه مانده شود که باوری طرفین باشد. یعنی خواننده آموزگار همچون یک رفیق کلانسال خودش، همچون یک نفری دانشمند، همچون یک نفری که او را تعلیم میدهد، تربیت میدهد، شخصیت او را شکل میدهد، او را قبول کند، باور کند و با آموزگار توانسته باشد که تمام نیازهای تعلیمی خودش رو، تمام درخواست هایی که در روند تعلیم میخواهد که دانش های معین را از فن های معین بگیرد آزاد از معلم درخواست کرده تواند. یعنی آموزگار همه وقت میتواند که همچون نفر مسئول در روند درس به خوانندگان دانش های معین رو تیاد. لیکن سوال به میان میآید که همین دانش‌هایی که از جانب آموزگار به خواننده داده می شود تا کدام اندازه خواننده اون دانش‌ها را قبول کرد، ماهیت آن را درک کرد، به مضمون آن سرفهم رفت یا در خود کدام یک معلومات‌های نو، مفهوم‌های نوی فنی و دانش‌های نو را گرفت. و تنها من این فعالیت مشترک، همکاری‌های مشترک امکان می‌دهد که توسط تشکیل کردن سوال جواب، توسط تشکیل کردن شکل‌های گوناگون کار، تکنولوژی‌های معاصر می‌تواند که معلم، آموزگار از خواننده یا از دانشجو نتیجه همون درس دانش داده‌اش را بگیرد. این را می‌تواند در شکل کارهای عملی، در شکل کارهای مستقلانه، در شکل سوال و جواب، در شکل تیار کردن نما پرزنتاسیا و با پرزنتاسیا برآمد کرده اون دانش‌های خودش را معرفی کردن. عموما فعالیت مشترک باید قید کرد که یک فعالیت دائمی هر روزه و هر یک درس آموزگار باید شده باشد. یعنی که جداگی بین آموزگار و بین خواننده و خواننده تنها از گرفتن دانش‌های تیار و آموزگار دادن دانش‌های معین در دوره نقشه و برنامه تعلیمی نیو، بلکه باید که پیوسته آموزگار داند که تا کدام اندازه درس ایو امروز به خواننده دانش‌های نو را داد. یعنی خواننده در روند درس کدام صلاحیت‌های نو را، کدام مفهوم‌های نو را، کدام دانش‌های نو را از فن معین تعلیمی قبول کرده است و آموزگار چگونه می‌تواند این کار را کند. البته باز هم در روند استفاده کردن سوال و جواب، در روند پرسش‌ها، در روند تشکیل کردن مباحثه‌ها، در روند تشکیل کردن کارهای گروهی بین خوانندگان که به هر یک گروه از موضوع همین روز گذشته ایستاده معلم مسئله گذاری کردن، پروبلم گذاری کردن و همین امکانیت می‌دهد که محض در روند مشترک، در روند فعالیت مشترک خواننده و آموزگار و آموزگار و خواننده و خواننده سویه دانش، جامبینی علمی، فهمیش خوانندگان، درک مضمون و ماهیت پردمت تعلیم دهنده از خود کرده شود. واقعا باید قید کرد که امروز هدف اساسی نظام معارف ملی از آن عبارت است که ما نورسان و جوانانی را به دانش‌های مسلح نماییم که اون دانش‌ها در حیات او، در زندگی او به کار آیند و در کدام حالت میتواند که با این اعتماد کند خواننده. در اون حالت میتواند اعتماد کند که اگر علاقه تعلیم، علاقه علم در حیات هرچی زیادتر بیشتر به راه مانده شود، وقتی که از یک طرف از جانب آموزگار میشنود، از کتاب‌های درسی آن را مطالعه میکند، میبیند و وقتی که در حیات دید که واقعا هم
این دانش‌های مهم است، دانش‌های روزمره است، دانش‌هایی هست که تمام حیات برای او به کار می‌آید. البته او یک مسئولیت دیگر احساس می‌کند که باید که خواند، دانش‌ها را گیرد. بنابراین هم اون فعالیتی که بین خواننده و خواننده براه مانده میشد، فعالیت مشترک خواننده با خواننده، باز هم خوبتر و بهتر است. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که آنها در درجه فهمیش خودشون بین همدیگر سوال و جواب میکنن، بحث ها میکنن و آموزگار همچون نظارتچی به بحث خوانندگان، به روند باعثی خوانندگان مشغول شده ایستاده و آنها را میتواند که در حالتهای ضروری اصلاح کند و با آنها باز هم یک مسئله های پرابلموی را در بین گذارد که باید که همین همکاری همین فعالیت مشترک کنده از خوانندگان نشود. به همکاری آموزگار، خواننده و رابطه خوبی پدر و مادر به مؤسسه تعلیمی هیچ دستاورد، هیچ زحمت، هیچ یک پیشروی دیده نمیشود. وقتی که همکاری، رابطه خوبی پدر و مادر با مؤسسه تعلیمی، با آموزگار، با خواننده موجود است، خواننده درک میکند، مسئولیت حس میکند، در درس‌ها با عیانیت ها، با کتاب‌های درسی، با آمادگی جدی به درس‌ها اشتراک میکند و یک نوگانی‌ای که از جانب آموزگار در رفت درس با او داده میشد و از خود میکند. و تحلیل‌ها نشان دادند که آن مؤسسه تعلیمی که رابطه خوبی آموزگار با خواننده و آموزگار با والدین موجود است، هرچی بیشتر خوانندگان به محفل‌های یعنی بیرون از درسی، محفل‌های ایلوگی فنی مشغول هستند و در سال 2024 ساحه معارف شهر دوشنبه از لحاظ یعنی دستاوردهای المپی در سمت حرکت المپی در جمهوری وابسته به دیگر منطقه‌های کشور قیاس نشونده بود. در اکثر مؤسسات تعلیمی رابطه خوبی آموزگار با خواننده یعنی برهم مانده شدگی است و زحمت و تلاش‌های همین رابطه، ثمره همین رابطه ها این دستاوردهای خوانندگان در آزمون المپیادهای چه سطح بین المللی چه در سطح جمهوری است. و معلم عزیز بسیار سالها در ساحه معارف یک فعالیت خوب و بینقصان داشتند و این رو با خوبتر یعنی میتوانند تصدیق نمایند که وقتی که در مؤسسه تعلیمی فعالیت طبق ترتیب برام مانده شده است، رابطه هست و در دل خود سمت یعنی صاحب موفقیت‌های بی‌نظیر می شود. ما رابطه خوبی پدر و مادر، رابطه خوبی آموزگار یعنی همکاری مشترک آموزگار و خواننده رو یعنی نتیجه همین دستاوردهای خوانندگان پایتخت، عموما داوطلبان پایتخت در آزمون‌ها و در المپیادا و در دیگر چاره‌بینی‌هایی که در سطح جمهوری برگزار کرده میشد، خود دلیل گفته‌های بالاست که وقتی که همکاری مشترک هست نتیجه ها خوبتر است، صفت تحصیلات بلند می‌گردد، عامل‌های نامطلوب پس می‌شود. نوبسته از آنه که شهر دوشنبه شهری است که از تمام منطقه‌های کشور در شهر دوشنبه فعالیت میکنند. با تحصیل فرا گرفته شدن نوبسته از این همکاری خوب در مؤسسه همکاری خوبی مشترک آموزگار با خواننده در مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه برآمده شده است. امروز جوانان خیلی نیروی پیشبرنده، خیلی قوه بزرگ و خیلی دانش‌های خوبی معاصری استفاده کردن از تکنولوژی‌های معاصر، از تکنیک‌های تکنولوژی معاصر دارند. اگر ما تجربه خوبی پداگوژی رو با آنها تیم، آنها می‌توانند که در یک مدت کوتاه اون رو از بر کرده ایستاده به شاگردان در روند تدریس، در روند تعلیم و در روند کارهای تربیه و کارهای بیرون از مکتبی و بیرون از صنفی اون رو استفاده نمایند. واقعا هم هدف همین یک چیز است. هدف همین که امروز نسل رو باید ما تعلیم دهیم، تربیه کنیم که جوابگو به معیارهای کشوری عزیزمون، جوابگو به استانداردهای بین المللی باشد. چون که امروز خواننده مکتب ما میتواند که بعد از ختم مکتب میانه به خارج کشور برای تحصیل رفته باشد، میتواند که برای فعالیت کاری، فعالیت مهنتی یا کارآموزی در خارج کشور باشد و حالا باید آمادگی پیشکی رو در داخل کشور گرفته باشد. و ما در همین زمینه باز هم تاکیدهای پیشوای معظم کشورها به خاطر میاریم که در پیامشون تاکید کردند که امروز آموزش زبان روسی و انگلیسی، اگرچند که در این سمت برنامه آموزش زبان روسی و انگلیسی تا سالهای 2030 ادامه دارد، باز هم جدی‌تر به راه مانده شود و طلبات امروزه پیشوای معظم کشور به آن روانه کرده شد که آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان روسی و زبان انگلیسی از مسائل تا مکتبی شروع کرده شود و متخصصی که بعد از ختم مکتب عالی به استحصالات
میپیوندد یا که به خارج کشور برای کار و فعالیت میرود او حتما پیش از همه در برابر دانستن استفاده تکنولوژی معاصر تکنیکی و تکنولوژی‌های پداگوژی و تکنولوژی‌های کاری و کسبی باید که زبان را پیش از همه داند. دانستن زبان‌های خارجی امروز نیز یک تقاضای جامعه معاصر، تقاضای روز است و باید که آموزگاران در این سمت نیز مسئولیت جدی داشته باشند. عالمان علم پداگوژیک فرهنگ پداگوژی را به فعالیت ایجادی آموزگار علاقه‌مند می‌دانند. همچون آموزگار به مفهوم فرهنگ پداگوژی روشن می‌انداخته. آموزگاری هم علم است و هم صنعت است. آموزگار در نوبت خود اکتیوری روند تعلیم هست و اگر آموزگار صنعتکار نباشد اون نمیتواند که به هر یک خواننده مناسبت خوب برقرار کرده به تفکر و اندیشه او به ضمیر او دانش‌های معین را جا کرده باشد. بنابراین هم امروز پنجه زدن به تفکر نسل امروزه دادن دانش‌های معاصر، دانش‌های زمانوی پیش از همه یک فرهنگ، یک مناسبت، یک صنعت مخصوص را طلب می‌کند و اگر آموزگار از همین صنعت برخوردار نباشد و تنها از دادن یک ارتباط یک معلومات کار خودش را اگر قبول کنه حساب کند شمارد البته او خطا می‌کند. بنابراین هم فرهنگ پداگوژی این فرهنگی هست که در برابر دادن دانش‌های علمی یعنی که امروز وظیفه معارف در برابر دادن دانش تربیت کردن است و تربیت خودش البته این یک نمودی یک شکل یا یک رکن فرهنگ ما است. این معاشرتی خوب، معاشرت یک رکن فرهنگ است. پوشیدن لباسی که وابسته به معیارها موافق است، آداب لباس پوشی، آداب سخنکنی، آداب مناسبت، همه اینها از فرهنگ پداگوژی برمی آید. آموزگار در برابر آنی که او تعلیم دهنده هست او باز هم تربیت دهنده هست و در برابر تعلیم دهنده و تربیت دهنده بودن او انکشاف دهنده تفکر و اندیشه نسل نورس است. در برابر انکشاف دادن تفکر و اندیشه و دانش دادن و تشکل دادن شخصیت، ساختن شخصیتی که به جامعه معاصر موافق است، جوابگو است از جهت آداب، از جهت رفتار، از جهت سخنگویی، از جهت معاشرت، مناسبت، زباندانی، احترام، تحمل پذیری و دیگر رکن‌ها. البته فعالیت آموزگار، فعالیت یعنی آموزگار از جانب کودک، از جانب خواننده، از جانب دانشجو پیوسته زیر توجه قرار دارد و آموزگار باید ایدئال برای کودک باشد. فعالیت چی مربی چی آموزگار همیشه زیر توجه کودک و خواننده قرار دارد. کودک کنجکاو است و خواننده باشد وقتی اون خوردی است برای هر یک چیزی نو یعنی میخواهد که همون رو پیروی به همون کند. وقتی که آموزگار رو میبیند که در بهترین صورت است، در چی لباس پوشی، چی درس دادن، چی یعنی مهارت سخنوری، چی آداب و احترام، همه همین به کودک یک شوق زیادتی برای اسقاط کردن دانش‌ها میگردد. وقتی که همین چیزها را دارد یعنی عموما میتوانیم که یک آموزگاری بهترین و نمونوی باشد و آموزگاری که در فعالیت یعنی پداگوژیک خود چگونه با خوانندگان یعنی مشغولیت گذراند، درس‌ها را گذرانده است، همون چیز از خواننده ما میتونیم مشاهده کنیم. اگر آموزگار ایجادکار نباشد، اگر آموزگار نتواند که وابسته به مضمون و طلبات درس یک ایجادکاری، یک نوآوری نکند، البته اینا به خواننده دسترس کردن یا رساندن خیلی مشکل است. بنابراین هم فرهنگ پداگوژی، فرهنگ ایجادی، این دو فرهنگ مشترکی هستند که در فعالیت آموزگار، در خود کسبیت آموزگار مقام مخصوص را دارد. مشاهده ها و تجربه های پیشقدم ثابت می نمایند که آموزگار را ضرور است معاشرت درست بین همدیگری خوانندگان را به راه ماند تا روند تعلیم و تربیت بهتر گردد. به اندیشه شما آموزگاران چگونه می توانند یک زمره خوانندگان را به هم آورند، این هم در حالی که هر یکی آن خصلت و رفتار الهیده یعنی گوناگون خود را دارد؟ اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم کشور در یک از سخنرانی‌هاشان تاکید کردند که بیشک آموزگاری قهرمانی است. آموزگاری این قهرمانی دادن دانش، قهرمانی روند تعلیم و تربیت است. واقعا هم امروز در شرایط جهانی شوی، در شرایط برخورد تمدن‌ها، در شرایطی که معلومات‌های زیاد توسط شبکه‌های اجتماعی
و دیگر سمت ها به تفکر و اندیشه نورسان و جوانان و کودکان میرسد، خیلی مشکل است که ما امروز برای شکلگیری جوانان یا نورسان یا عموما کودکان اگر در مجموع بگوییم یک مناسبت، یک شکل کاربری را استفاده بریم. ضرور است که واقعا هم راه‌های گوناگونی تاثیررسانی استفاده برده شود و هنوز هم اگر ما از مکتب کلاسیکان خودمون چی از ایجادیاتی با ما میراث مانده ابو علی ابن سینا یا از گلستان بستانی اگر سعدی شیرازی هم مثال ها بیاریم، واقعا هم تاکید میکنند این مثال کلاسیکان ما که آموزگاری کسب مرکب است، کسب زحمت طلب است، کسب بسیار دشوار است، کسبی هست که از آموزگار بسیار یک زحمت زیاد را طلب می کند و اکنون در شرایط امروزه چگونه ما می توانیم که یک معاشرت سالم، یک معاشرت درست در بین کودکان و در بین نورسان و جوانان به راه مانیم تا اینکه آنها در هنگام معاشرت بیشتر با یک دایره سخنهای بسیار با احترامانه با همدیگر معاشرت کرده باشند و این آداب پیش از همه من باید بگویم که اکنون در خارج کشور در از رو تجربه هایی که ما داریم و از اون چیزی که امروز ما می آموزیم خود صنعت سخنوری هنوز از مؤسسه تا مکتبی شروع می شود برای آموزاندن کودکان زینه تا مکتبی و زینه تحصیلات عمومی. و درست است که ما میگوییم که در روند چهاربینی و در روند مشغولیت ها و در روند درس ما آداب معاشرت را، آداب سخنوری را، آداب احترامی همدیگر را می آموزانیم. ولی من فکر میکنم که واقعا برای سخندان شدن، برای احترام انسان، احترام شخص، احترام همسال خود را به جا آوردن، احترام کلانسال و خردسال را به جا آوردن، این پیش از همه آغاز میگه از آن معاشرتی که با آنها برقرار می نماییم. بنابراین هم سخن خیلی خیلی تاثیرش کلان است به انسان. زیادتر خواندن، آموختن با زبانی شیوای و لفظی شیرینی تاجیکی بسیارتر آن را از بر کردن میتواند که یک آداب معاشرت، یک فرهنگ خوبی معاشرت را در بین نورسان و جوانان براه ماند و معاشرت سالم یکی از رکنهای آن همین احترام شخص به حساب می رود که با انسان ها در دوره آداب، در دوره بسیار یک نرمی، معاملگی، با سخنهای خوب، با یک با یک شکل صحبت کردن در کار است که به کسی یک آسیب و یک تاثیرات منفی نرسیده باشد. و البته باز شروع میکنم که از زینه های تو مکتبی برای در رویه سالم تربیت نمودن نسل نورس باید سه نهاد اویله، مؤسسه تعلیمی و جامعه باید نقشی معین و مشخص داشته باشند. و یک مؤسسه تعلیمی یا که جلب نمودن اونها به درس‌های ایلوگی، به محفل‌های ایلوگی، به کتابخوانی ما نمیتوانیم که در رویه معاشرت سالم نسل نورس را تربیت کرده باشیم. و امروز در شهر دوشنبه در دوره سیاست پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه محترم مصطفی ولی تمام شرایط امکانیت‌ها مهیا شده است که تا اینکه خوانندگان عموما نسل نورس با آموزش تمام علم‌های زمانوی مشغول باشند. در هر یک گوشه و کنار پایتخت مرکزهای آموزشی زبان آموزی، مرکزهای آموزشی تکنولوژی اینفورماسیونی، مؤسسه‌های تعلیمی با تمام امکانیت‌های شرایط زمانوی مجهز گردیده شدند. نوابسته از اون که در شهر دوشنبه اینقدر کتابخانه‌ها و اینقدر مؤسسه‌های تعلیمی با تمام امکانیت شرایط فراهم آورده شده است، این چنین در شهر دوشنبه در هر یک گلگشت، در یک نزد بیناهای استقامتی میدانچه‌های معاصر ورزشی است. دست زدن به عامل‌های نامطلوب، دست زدن به جنایت، یعنی در رویه معاشرت ناسالم روانه گردیدن نابالغ یا خواننده از آن شهادت می‌دهد که وقتی خالگی زیاد دارد. وقتی که ما وقتی خالگی کودک رو با جلب نمودن آنها به هر گونه محفل‌ها، به هر گونه نمودهای ورزش که شرایط امکانیت‌ها در شهر دوشنبه در سطح عالی است، وقتی که ما فضای خالگی کودک رو یعنی با این گونه کارهای خوب، درس‌های تربیتی و با آموزان آنها همچون یک متخصصی خوب در آینده ما وقتی خالگی آنها رو میپوشونیم، یعنی دست به عامل‌های نامطلوب و یا که معاشرت سالم، اوج گرفتن معاشرت سالم در بین خوانندگان عموما در بین نسل نورس
کاسته میگردد. البته هر یک نفری که وطندار است، هر یک نفری که یک حس مسئولیت شخصی و حس مسئولیت شهروندی و وطنداری دارد، همین تاکید و همین دستورها رو باید برای خودش همچون یک روینمایی فعالیت کاری خود گرفته، اولا در زندگی خود، در زندگی عائله خود، در تربیت فرزندان خودش، در سمت کسبی کاریش، نوبسته از اونی که در کدام سمت کار و فعالیت میکند و مهمتر از همه در فعالیت های پداگوژی و تربیه نسل امروزه آن را استفاده برد. چون که همه این تاکیدها، همه اون دستور و سپارش های پیوسته پیشوای معظم کشور باز هم ما را وادار میکند که ما باید نسل را به وای رسانیم که این نسل پیش از همه جوابگو به معیارها، به طلباتها، به همه اون انتظاری هایی که از نسل معاصر داریم با اون آورده رسانده باشد. اصول های تحقیقات علمی پداگوژیک هر چقدر درست انتخاب گردد، همون قدر روند تعلیم و تربیت در مؤسسه ها بهتر می گردد. به اندیشه شما همچون آموزگار باز کدام اصول ها در فعالیت مشترک آموزگار و خواننده حالا به نظر گرفته نشده است؟ اکادمیک فیض‌الله شریفزاده میگوید که وقتی که ما با خواننده کار میکنیم، پیش از همه مهم از آن است که ما برای خواننده زمینه شرایط مهیا کنیم. اگر با نظر دیگر عالمان خارج کشور نگاه کنیم، از جمله ویگوتسکی میگوید که وقتی که ما با خوانندگان کار میکنیم، ما باید که به منطقه های اکتوالی، به منطقه های نزدیکترین کودک توجه کنیم. پیش از همه با اون نگرانیده می شود که واقعا هم امروز کدام اسلوب، کدام مناسبت تعلیمی، کدام امکانیت های تعلیمی خواننده را برای گرفتن دانش ها وادار می سازد و مسئول می سازد، این پیش از همه باز هم از مهیا کردن زمینه هست. برای مهیا کردن زمینه دو عامل ها مهم هستند، هم عامل های داخلی و هم عامل های بیرونی، مرام های داخلی و مرام های بیرونی. و مرام های بیرونی داخل می شد این البته خود زمینه های مادی تکنیکی، اشیاءهای تعلیمی و میز و کرسی و کتاب‌های درسی و داشتن دفتر و کتاب و رشته و اشیاءهای تعلیمی و البته تکنولوژی‌های معاصر تعلیمی از طریق ویدیو پروژکتور و تخته‌های الکترونی و دیگر امکانیت‌ها، اینها بیشتر به خود عامل‌های بیرونی، طرز تشکیلی درس از جانب آموزگار و با عامل‌های داخلی. عامل داخلی این نسبتاً مشکل تر است، چون که در اینجا البته مناسبت‌های پسیخولوژی زیادتر تاثیر رسان هستند که هر یک خواننده را آموزگار باید پیش از همه داند که کدام عامل ها می تواند که امروز وجه تعلیمی دانش اندازی جوان، نورس و کودکان را بیدار کرده باشد و محض همین حالت می تواند که شوق و ذوق تعلیمی خواننده را بلند برداشته باشد. دیگر عامل بسیار مهمه که برای بلند برداشتن شوق و ذوق خواننده یا که بیدار کردن قابلیت نهفته خواننده در گرفتن دانش ها چی میکند، مساعدت میکند، این پیش از همه خود روند تعلیم است که آموزگار از کدام اسلوب، کدام مناسبتی تعلیمی را استفاده، کدام متد ها را استفاده میبرد و آموزگار باید موافق به موضوع، موافق به سطح دانش و درک خواننده همون متد، همون اسلوب را استفاده کند که واقعا هم این اسلوب نشان رس است و آموزگار میتواند که در رفت درسش به هدفی در نظرش گذاشته شده رسد و نیازهای تعلیمی شاگرد را در همین زمینه‌های تحصیلات برآورده تواند. تا آن دمی که ما نیازهای تعلیمی خواننده و دانشجو را اگر تامین کردن نتوانیم و به برخورد طلبات‌های او درسمان را نگذاریم، برای خواننده اینقدر اهمیت جدی را ظاهر نمی‌کنند، تنها برای یک آمدن و رفتن. لیکن هدف از آن است که یک دانش‌های نو، یک فهمش‌های نو در تفکر و شعور و در کسبیت آینده نسل نورس و جوان باید داشته شود. وقتی که از جانب آموزگار در روند درس‌ها وابسته به اون تکنولوژی و امکانیت‌هایی که در مؤسسه‌های تعلیمی فراهم آورده شده است، اگر درس‌ها عملی برگزار کرده شود، شوق زیادی خواننده زیاد می‌گردد. با یک کنسپکت نوشتن و با یک آموزگار یک چیز رو نقل کردن، کودک شوق و هوسی همون چی شوق و هوسی داشت برعکس کم می‌گردد. برای چی؟ برای آنکه وقتی که آموزگار خب فرق ندارد کدام فنی تعلیمی نباشد، خیمیا باشد، وقتی که عملی ریاکسیون خیمیایی را در پیش خواننده
میگذراند. وقتی که فیزیکا باشد یگان حالت فیزیکی رو در پیش خواننده قسمتی عملی درس رو برگزار می‌نماید، ناخواه ناخواه کودک شوق و هوس کنجکاوی خواننده به همین فن زیاد می‌گردد. وقتی که یک ریاکسیون شیمیایی گذرانده می‌شود از جانب آموزگار از جانب متخصص، کودک می‌بیند، خواننده می‌بیند، باز با دیگر فن‌ها با دیگر، یعنی چقدر می‌خواهد که معلومات زیاد داشته باشد و بعد از خفای، یعنی اگر همون آموزگار درست خواننده رو همون قسمت‌های درس رو برگزار کرده باشد، یا که دیگر فن‌های جمعیتی گومانیتاری باشد، یا که وقتی که درباره حیات فعالیتی ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک برگزار می‌نماید و یک قسمتی کینوی قصه شاعر رو در طریق دستگاه الکترونی نمایش می‌دهد و علاقه کودک خواننده چقدر نسبتی درس نسبتی شوقش بیدار میشد. در شهر دوشنبه تمام شرایط و امکانیت‌ها آموزگار ما دسترسی دارد. سال تحصیلی 2024 در ماه اکتبر در دوره تجلیل روز آموزگار از جانب به واسطه محترم رئیس شهر دوشنبه رستم اموالی با 50 نفر متخصص جوانی که سال اول فعالیت کاری مشغول شدند به فعالیت آموزگاری 50 عدد پلانشت برای استفاده تکنولوژی معاصر برای شوق‌آور برگزار نمودن همین گونه یعنی درس‌ها تقدیم گردید. نسبت به تعلیم گیرنده هم متدها یا که اسلوب‌هایی که گفتیم اسلوب‌های هوسمندکنی بسیار تاثیر مثبت می‌رساند. باز میگویم که مهارت کسبی آموزگار وابسته است که آموزگار تا کدام اندازه میتواند توجه، شوق و هوس، ذوق دانش اندوزی شاگردش رو بلند برداشته باشد و همه وقت ما نباید که سرزنش از آن بکنیم نسل نورست رو که تو نمیفهمی، تو نمیدانی، تو از اودش نمیبری. برای او امکانیت دادن در کار است، برای او وقت دادن در کار است، او را سنجیدن در کار، آموزاندن در کار، راهنمایی کردن در کار است. هوسمند کردن و دستگیری کردن جوانان، راهنمایی کردن جوانان و با آنها نشان دادن راه درستی انتخاب بسیار مهم است که این البته باید پیش از همه باز هم از جانب راهبلد از جانب آموزگار راهنمایی کرده می شود که آموزگاران همیشه باید در فعالیت خودشان هوسمند کردن کودک رو نسبت به سرزنش کردن بیشتر استفاده نمایند. چون که هر چقدر ما اگر هوسمند کنیم آنها رو دستگیری کنیم و راهنمایی کنیم همان قدر ما می توانیم که مرام‌های مثبت را در تفکر آنها در ضمیر آنها نسبت به تعلیم، نسبت به دانش اندوزی، نسبت به اجرا کردن این یا آن فعالیتی ضروری بیدار میکنیم. توصیه شما به دانشجویان خوانندگان بهر باز هم صاحب علم و صاحب معرفت گردیدن آنها کی به کجا میرسد، کی صاحب کدام کسب، کدام مرتبه، کدام یک مسئولیت میشود پیش از هم از خودش وابسته است. پیش از هم از خودش وابسته است. بنابراین هم ضرور است که در شرایط معاصر در یک محیطی که تمام امکانیت های مهم و ضروری تامین هستند از بالای خودشان جوانان نورسان کار کنند، زبان آموزند، دانش‌های روز را، دانش‌های زمانوی را از بر کنند و پیش از همه در برابر دانش انداختن کوشش کنند که به استحصالات پیوست باشند. چون که اگر در مؤسسه‌های تعلیمی ما بیشتر دانش می‌دهیم، دانش‌های نظریوی و قسماً عملی، ولی استحصالات چیزی دیگر را طلب می‌کنند. بنابراین هم در همبستگی فعالیت کاری با فعالیت تعلیمی می‌تواند که امروز جوانان امروزه بیشتر همچون متخصصی کسبی در وقت بسیار کم کوتاه آماده شوند. مثلا در این مثال ما می‌توانیم که تجربه آموزی‌های گوناگونی که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی برای مانده میشد اون رو به مثال بیاریم و امروز واقعا وقتی اون رسیده است که از حساب دانشجویانی که خصوصا اگر ما توجه به رشته آموزگاری کنیم در رشته‌های آموزگاری آماده کرده میشوند آنها همچون اسیستنت یاردمچی آموزگار به مؤسسه‌های تعلیمی در وقت‌های خالگی خود جلب کرده شود. در جامعه که امروز تمام امکانیت ها برای جوانان هست که آینده ملت این بسیار سخنی بلند است، جوانان باید مضمون و ماهیت این سخن درک بکنند که آینده ملت از شما هست، واقع بینانه با شعورانه بسیار یک با افتخار قبول بکنند و از بالای خود کار بکنند. تشکر زیاد. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه و سپاس برای چنین صحبتی پرمحتوا. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی آینه نگاه دایر به تفکر نوی
پداگوژی و مهمانان برنامه ما بودند آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان لطافت نظیری و سردار ریاست مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و مؤسسه‌های میانه عمومی ریاست معارف شهر دوشنبه اسام‌الدین بابازاده. اینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر تا برنامه‌های بعدی.